و من خب پسری بودم که تا حالا با هیچ دختری نبود و هیچ تجربه‌ای نداشتم. هیچ چیزی حالیم نمیشد و الان که برای اولین بار دختری که اومده بود تو زندگیم و فکر میکردم قراره همیشه با من بمونه اومد و منو ترک کرد. خود گیم فری فایر رو بخوایم در نظر بگیریم که اصلا خیلی قرا بعضی وقتا میزن و واقعیت بچه قرا واقعا همه واقعیه. مثلا گیم پر چیتر شده درسته، واقعا پینگ خرابه درسته و عرضم به حضورتون که اصلا کل من همیشه تو ریجین بودم. الان 2 سال بچه هر چی ریجین من به خدا قسم حالا ویدیوهاش میبینید وسط بازی داشتم WSC روی فشار میدادم. من بعد شدم رفتم رو حساب دیدارم با حساب دیدارم اومدم این بخشایی که مثلا باگی مستر شدم بلک لیست شدم پنج شدم از بازی از گیم بیرون. الان 2 سال واقعا شرایط گیم همین شکلیه. یعنی به خدا این